واستعینوا بالصبر والصلاة. مدد بخواین از الله در کل کارایتا به صبر خواستن. صبر چی را میگه؟ تحمل آن مشقتایی که در نفس میاد و در چی؟ تکالیف شرعی. یعنی امین نماز خواندن نه تکلیف است. صبح وقت بخی صبر کن. صبح وقت قرآن خواندن تکلیف است، صبر کن. شما این نمیشه که از صبح تا 12 میشینید، تکلیف است یا نه؟ هست نه؟ ولی به خاطر علم اینمی قرآن یاد گرفتنش فرض عین است. به خاطر ازی پس چی کنین؟ صبر بکنین. دعوت دادن تکلیف است، صبر کنین. حق بیان کنی مردم تاپه و آبیت و گپا میکنن، نه تکلیف. خیر صبر بکن. اسلام صبر بهترین صفت است. الله متعال به کسی بده صبر از این که صفت بالا یافت نمیشه. صبر بسیار ماشاءالله. صبر چند قسم است؟ یک صبر در اطاعت، 5 وقت نماز، روزه. دمی تابستان چقدر سخت است. از صبح تا بیگاه 16 ساعت روزه بگیرید. تشنگی گرسنگی. به می خاطر رسول الله می الصوم صبر. در بعض روایت روزه صبر است. یعنی تکلیف است. نه؟ حج که میری بسیار تکلیف است. اینقدر تکلیف داره. اگر که مردم پشت تکلیفاش نمیگردن ندیدن خب. اگر که حال بسیار سهولت آمده. قرآن اینا صبر کن. دوم صبر در برابر گناه. حرام نخو صبر بکن. رشوت نخو صبر بکن. سود نخو صبر بکن. زنا نکو صبر بکن. قتل نکو صبر. دروغ نگو. غیبت نکو. بهتان نکو. با مسلمان ضرر نرسان صبر بکن. سیوم صبر در برابر مصیبت. مصیبت آمد پدرت مرد، نگو که خدا جان مرا بگیر، خدا ایسو میزنی و اوسو میزنی و چطور شد، کاش که من میمردم، ای تو بود. بگو که انا لله و انا الیه راجعون. یا الله از تو صبر میخوام. یک دفعه یک گپ شد، این نفر کت موتر زدی، ترافیک میگه بریم بندی خانه. 1 سال 2 سال قیدت میبره، یعنی بی‌احتیاطی کردی. دم بندی خانه نگو که خدا چه مصیبت است اینجا آوردی، جان ما بگی تو کو، یا دست به خودکشی بزنی. صبر بکن. بندی خانه به خاطر چی میری؟ نه یا به خاطر دین الله حق بیان کردی میبرندت بندی خانه. خیر صبر ما. فصبر جمیل. وقتی که یعقوب علیه السلام گفتن فرزندت گم شد، نه یوسف علیه السلام، اگر نه گم نشده بود، گفتن گرگ خوردش، چی که تو زد دکله خود که خدا چی گفت که فصبر جمیل. صبر والله المستعان ولا ما تصف. عایشه رضی الله عنها گفتن سر تهمت زنا شده، بسیار گریان، گفت فصبر جمیل. یقین کنین عایشه ما میگه، گفت ما اون چیزی را میگم که یعقوب گفته بود. یوسف علیه السلام به ناحق به تهمت زنا در بندی خانه رفت، 7 سال یا 14 سال در بندی خانه، در حالی که زلیخا خانم و وزیر خودش از این تقاضا کرده، این بیچاره او کار نکرد، متهمش کرد که تو سر ما تجاوز کردی، میخواستی که تو زنا کنی. 7 سال بندی خانه. او چی کرد؟ فصبر جمیل. صبر کرد. مصیبت تکلیف از الله نمیخوایم. اگه آمد بچهت مرد، طفلت جوان 15 ساله یا 20 ساله وقت عروسیش است، نگو که آی که جانم مرگ شد، وای تو شد، وای تو شد. یکم تو دکله میزنه و بیخانه پاره میکنه. یک تا میگه نزدیک عروسیش بود، یک جوان کمی مرد، میگه مادرش میگه برنجای شده میروی کوچه برآمده بود، چپم میکرد، روغنایش چپم میکرد، خریده بود برای عروسیش، لباسایش میگه در داد. آه کسی که میگه پشو که میکشم، او خدا ظلم کردی، تو کردی. کفریات. صبر که کردی، الله میگه مبشر الصابرین. بچه‌ت بندی شد به خاطر دین الله، صبر بکن. شوهرت بندی شد به خاطر دین الله، صبر بکن. متوجه شده؟ از الله مدد بخواه. این بسیار درجه داره. یک درجه داره. الله در قرآن میگه وبشر الصابرین، بشارت بده به جنت صابران. الذين اذا اصابتهم مصیبت، هر مصیبتی که رسید قالوا انا لله و انا الیه راجعون. حتی برق که میره یک مصیبت، انا لله و انا الیه راجعون. یا خار در پایت خالید، انا لله و انا الیه راجعون. یک نفر یک سلی بند کرده زدت، انا لله و انا الیه راجعون. مصیبت آمد، نه؟ آخ اینا در هر مصیبت هم اینطور است. بناق اگه گناه کردی خب بگو استغفر الله. گناه کردی بیخ گوشت برانگیز کرد، بگو استغفر الله. خب میشه که در گناه میعذاب.
توبه بکن. انا لله و انا الیه راجعون. یکم تا را ببینیم مرده که شد میگه انا لله. مرا این نفر گفت که موتر فلانی تکر کرد، گفتم انا لله و انا الیه. گفت چرا؟ خو نفر خو نمرده. گفتم نمرده باشم همی حکم الله میاد. هر مصیبت که رسید میگه انا لله و انا الیه راجعون بگوین. هر نعمت که رسید الحمدلله انا لله، چی ما از الله هستیم به طرف الله میریم. هر تصرف در زندگی ما میکنه. اگر گفت مثلا یک کسی چی میکنه الله نجات بده ما و شما را، اگر بیا میاد دیگه. خب مرگ خواست نامش اگم تا میگه نگی. یا این نفر بود جور تیار بود، یک دفعه می سرطان برآمد در بدنش که رفت دکتر گفت سرطان است. میوچت زوف کرد، ولی سرطان خب میکشه، مرگ است. نه که میگفت سرطان است بگو انا لله و انا الیه راجعون در هر مصیبت. خب و از الله صبر بخواین، استعین و مدد بخواین از الله به صبر کردن.